حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی. در روزهای اخیر تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به اوج خود رسیده است. در پی حمله‌ای که آمریکا ادعا می‌کند از سوی ایران هدایت شده، تهران نیز پاسخ متقابل را با حمله به مواضعی در عراق و اقلیم کردستان که به گفته خود پایگاه‌های اپوزیسیون کرد بوده‌اند آغاز کرده است. این حملات جدید که پس از استقرار گسترده نیروهای سپاه در مرزهای کردستان صورت گرفته، نگرانی‌ها را از آغاز مرحله‌ای تازه در برخورد حکومت با نیروهای سازمان یافته مخالف افزایش داده است. این نشان دهنده ورود منطقه به فاز جدیدی از تحولات امنیتی پیچیده است. نیروهای اپوزیسیون کرد که سالها برای احقاق حقوق خود مبارزه کرده اند، اکنون خود را در بطن درگیری‌های منطقه‌ای می‌یابند. حملات اخیر با این ادعا که عوامل ضد امنیتی هدف قرار گرفته‌اند، پیامی صریح از سوی حکومت ایران به مخالفان خود است. این پیام که با استقرار نیروهای نظامی در مرزها همراه شده، آمادگی تهران را برای مقابله با هر گونه تهدیدی که از سوی گروه‌ها و بازیگران منطقه‌ای نشأت بگیرد، نشان می‌دهد. این وضعیت منطقه را با چالش‌های متعددی روبرو می‌کند. از یک سو، تشدید تنش‌ها میان ایران و نیروهای اپوزیسیون کرد می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در مناطق کردنشین منجر شود. از سوی دیگر، دخالت نیروهای وخامت اوضاع انسانی و افزایش نگرانی‌های حقوق بشری دامن بزند. این تحولات امنیتی پیچیده آزمونی برای عیار نظامی و افزایش فشارهای امنیتی می‌تواند به نیروهای اپوزیسیون کرد که در گذشته نیز با فشارهای امنیتی مواجه بودند، اکنون با سناریوی پیچیده‌تری روبرو هستند. آنها نه تنها باید با دولت ایران مقابله کنند، بلکه باید جایگاه خود را در میان تحولات منطقه‌ای نیز مشخص کنند. این امر نیازمند دیپلماسی هوشمندانه، اتحاد با سایر گروه‌های مخالف و تلاش برای جلب حمایت بین‌المللی است. حکومت ایران با اتخاذ رویکردی قاطعانه تلاش می‌کند تا هر گونه تهدید داخلی و خارجی را سرکوب کند. استقرار نیروهای نظامی در مرزها و تشدید اقدامات امنیتی نشان دهنده اولویت دادن تهران به حفظ ثبات و امنیت داخلی است. با این حال، این رویکرد می‌تواند به افزایش تنش‌ها و تشدید درگیری‌ها منجر شود. جامعه بین‌المللی در این میان با وظیفه خطیری روبروست. از یک سو، باید از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک حمایت کند و از سوی دیگر باید از گسترش درگیری‌ها و بی‌ثباتی در منطقه جلوگیری نماید. این امر نیازمند رویکردی متوازن، دیپلماسی فعال و تلاش برای یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز است. در این شرایط، مسیر پیشرو برای منطقه مسیری پر از چالش و عدم قطعیت است. تحولات آینده به نحو تعامل بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به توانایی نیروهای اپوزیسیون در سازماندهی و مقاومت و به رویکرد حکومت ایران بستگی خواهد داشت. این وضعیت زنگ خطری است برای تمام کسانی که به دنبال صلح و ثبات در منطقه هستند. لازم است با درک عمیق از پیچیدگی‌های این تحولات و با تلاش برای یافتن راه حل‌های پایدار از تبدیل شدن منطقه به صحنه درگیری‌های خونین جلوگیری کرد. حمله موشکی رژیم ایران به احزاب کرد. حمله رژیم ایران به پایگاه‌های احزاب کرد در حالی صورت گرفت که نیروهای کرد بار دیگر قدرت و انسجام خود را در برابر جمهوری اسلامی به اثبات رساندند. این حمله که با هدف سرکوب و تضعیف جنبش‌های کرد صورت گرفت، در عمل نتایج عکس داشت و تقویت کننده موقعیت احزاب کرد به عنوان قوی‌ترین نیروی مخالف رژیم شد. سالهاست که احزاب کرد با وجود فشارهای بی‌امان رژیم ایستادگی خود را حفظ کردند.
این احزاب که ریشه در تاریخ مبارزات مردم کرد دارند، توانستند با حفظ انسجام داخلی و بهره‌گیری از حمایت مردمی به یک نیروی تأثیرگذار در معادلات سیاسی ایران تبدیل شوند. مقابله با رژیم ایران نیازمند یک اتحاد ملی است و احزاب کرد با توجه به سابقه طولانی مبارزاتشان و پایبندی به اصول دموکراتیک می توانند نقش کلیدی در این اتحاد ایفا کنند. حمله اخیر رژیم نه تنها نتوانست نیروهای کرد را متلاشی کند، بلکه باعث اتحاد بیشتر آنها شد. این حمله نشان داد که رژیم ایران در مواجهه با جنبش‌های آزادی بخش همچنان به رویکردهای امنیتی و نظامی متوسل می شود، در حالی که راه حل واقعی در گفتگو و احترام به حقوق ملیت‌ها نهفته است. نیروهای کرد با اتکا به اراده مردم خود و با تکیه بر اصول مبارزه دموکراتیک به راه خود ادامه خواهند داد. آنها ثابت کردند که نه تنها در برابر سرکوب مقاومت می کنند، بلکه قادرند الگویی از سازماندهی و انسجام را برای سایر نیروهای مخالف رژیم ارائه دهند. این مقاومت چراغ امیدی برای آینده‌ای روشن‌تر در ایران است. ایران با حمله به پایگاه‌های کرد علاوه بر نشان دادن ضعف خود نسبت به نیروهای کرد، پیامی نیز به آمریکا و متحدانش ارسال می‌کند که هر گونه دخالت خارجی وضع منطقه را آشفته می‌کند. این وضعیت منطقه را در آستانه یک بحران جدید قرار داده است. حملات متقابل، تشدید تنش‌ها و افزایش حضور نظامی همگی نشانه‌هایی از یک درگیری احتمالی بزرگتر هستند. تأثیر این درگیری‌ها بر غیر نظامیان به ویژه در مناطق مرزی و اقلیم کردستان بسیار نگران کننده است. آوارگی، تلفات جانی و تخریب زیرساخت‌ها پیامدهای ناگوار چنین درگیری‌هایی هستند. در این شرایط، جامعه جهانی با چالش بزرگی روبروست. تلاش برای کاهش تنش‌ها، یافتن راه حل‌های دیپلماتیک و حمایت از حقوق بشر باید در اولویت قرار گیرد. اما با توجه به پیچیدگی روابط منطقه‌ای و بین‌المللی، رسیدن به این اهداف دشوار به نظر می‌رسد. آینده منطقه در گرو تصمیمات رهبران این کشورها و همچنین تلاش‌های جامعه جهانی برای برقراری صلح و ثبات خواهد بود. این تحولات امنیتی پیچیده آزمونی برای عیار دیپلماسی، حقوق بشر و تلاش برای صلح در منطقه خواهد بود. امید است که با درایت و تدبیر بتوان از این مرحله دشوار عبور کرد و به سمت آینده‌ای روشن‌تر گام برداشت. آروم قدم به قدم برو. ممنون دکتر. عالیه، ادامه بده. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive.